این جوان میگفت من یاد گرفتم که فقط برای امام زمان دعا کنم، خدا قسمتم کرد رفتم کربلا. میگفت حاج آقا به خدا چندین حاجت سخت و مشکل داشتم، اما گفتم بذار ایثار کنم، بذار مثل اصحاب سید الشهدا که خودشونو زیر پا گذاشتن و مولاشونو بر خودشون مقدم داشتن، مخصوصا شب عاشورا وقتی سید الشهدا فرمود بری، گفتم کجا بری؟ به کی دل بدیم؟ زندگی بدون شما معنا ندارد. گفت این کارو کردم تو حرم امام حسین، با اینکه دعا مستجاب تحت قبه سید الشهدا، فقط گفتم اللهم عجل لولیک الفرج. میگفت دوره زیارتم تموم شد، از کربلا برگشتم، به مرز که رسیدم شب خوابیدم، در عالم رویا دیدم بالای گنبد امام حسینم، دارم گنبد امام حسین رو تمیز میکنم و غبارش رو پاک میکنم. بعد چند لحظه خودم رو تو حرم سید الشهدا دیدم، یه پیرمرد نورانی اومد جلو من رو در آغوش گرفت، خیلی از من تشکر کرد، گفت جوان خوشا به حالت، تو کاری کردی که دیگه نیاز به چیزی نداری، خدا همه حوایجت رو روا کرد. گفت حاج آقا به خدا قسم برگشتم تهران بی آن که برای حاجتی از حوایج خودم دعا کرده باشم تو حرم امام حسین، خدا همه حوایج منو داد. چرا؟ چون امامم را بر خودم مقدم داشتم. شب و روز تو حرم سید الشهدا زار زدم و گفتم اللهم عجل لولیک الفرج، گفتم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن تا آخر. بیاید این مردانگی رو بکنید، هم حسینی باشید هم مهدوی باشید، اونگاه هست که خدا بهتون عنایت